پای پای دزدی تا حال از خانه لطیفه تقویوا پاک نشده است. این حادثه 20 ایول در محله اوریانوی شهر کلوب رخ داده است. دزد خانه را به آدم یافت و روزانه وارد آن شد. اما دری نگذشته صاحب خانه آمده است و شاهدی صحنه دزدی گشته است. ما وقتی کار اومدم دروازه قطبه دیدم که قلفش نیست. بعد خواهرچم زنگ زدم گفتم شما این درن؟ گفت که نه. بعد خالم زنگ زدم، خالم هم زنگ زدم گفت که نیستم من. بعد بچه خالم هم زنگ زدم گفت من نیستم. گفت گفتم خیلی که شما نباشین خانه دزد در آمده. تا رسیدن مردان خانه شهنازه شاهدی گشت و گذاری دزد در خانه بوده است. بعدی داد و فریاد شهنازه دزد گریخته در خانه شهرداری کلاب پناه میبرد. اما شهنازه دزد را از پنهانگاهش که گرمخانه شهردار بوده است بیرون میآورد. جغز کدام هم که ایدرن در با قلف کردن. در قلف کردن که بچه خالم رسید. پرید به سر دیوال دروازه را اله کرد. دروازه را اله کرد که من درامم یقبر. درامم ما با زینت چرده قطی رفتم. بچه خالم زبار قطی. با این توی نویسا قطی پریده رفتم. بعد خودم قپیدم دادم شم. تا رسیدن پلیس شهنازه و چند نفر دیگر او را پرسجو کرده اند. در نوارها دوست کارهای خود را نقل میکند. قائل می شود که نه تنها به این خانه در آمده است. میگوید همراهش خواهش میکند که سگ خانه شهردار را نگاه کند او براید. خانواده دزدیده شده میگویند که آنها مطمئنند که او تنها نبود. 63 در اومدم من مکتب پرزیدنتی دینا رفتم پول میشم روز مگذراندستم. او یوشانه نخوکیم خیلی کنن امروز این خانه را بدزدن پگا او خانه را بدزدن. تمام خانه لطیفه ما تقویوا را این گونه تگرو کرده پول و تیلواری را با خود برده اند. ضرر قریب 15,000 سومانی را تشکیل داده است. میلیسای کلوب اعلان کرد که آنها یک دختر نابالغ را بازداشت کرده اند. اما خانواده جبردیده میگوید که باید شریکان دزد نیز بازداشت شوند تا به دیگران درس عبرت شود و از دزدی دست کشند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.